منم میتونم جنایی بسازم نگاه، ولی نمیسازم. بذار با همین داستان خانواده جلو بریم تا ببینید اوضاع از چه قراره. فکر کن با یه هول دادن، یه دوره از سینما این شکلی بود یا برنامه فیلم های تلویزیونی، طرف هول میداد کلش میخورد به کنار جدول و میمون. درام شروع میشد. آره. یا داستان نقطه شروع میشد با یه دعوای خیلی مثلا خیلی مسخره و فلان. بعد الان میگه که نه من میتونم این کارو بکنم، ولی نه حالا بیا فعلا بشیم در مورد. بعد نمایندگی همین شخصیت رضا بهبودی که نمیدونم کاراکترش اسمش چیزه، صفا توی فیلم چیکار میکنه؟ میخوام بگم نمایندگی کردن اینجا. پدر یه جورایی نمایندگی میکنه قشر سنتی رو. فرزند، حالا میخواستم آخر بگم، بچه نمایندگی میکنه خاطراتشون. یعنی ما هنوز وارد خاطراتی نشدیم که اینا بچه نشته باشن. حالا خودش تو فیلم اشاره میکنه، میگه لحظه‌ای که اصلا ما ازدواج کردیم چون تو حامله بودی. یه جایی پارسا بیروزه اشاره میکنه، میگه شاید چون حامله بودی با هم دیگه ازدواج کردیم، نمیدونم. بعد صفا به نظرم نمایندگی میکنه اینا رو توی حوزه کاریشون. یعنی قراره یه نمایندگی هم ما اونجا داشته باشیم که توی حوزه یعنی کاری. به نظر تو قسمت‌های بعدی از صفا بیشتر استفاده میشه؟ ببین به نظرم تا همینجاش هم استفاده کرده، حرفشو زده. یعنی تو اون آتلیه هنریه خب بحث اون حرکت نیست، بحث اون اتفاقه نیست، بحث اینه که صفا از این و وضعیتش میدونه توی این توی جمع کاری. یعنی دیگه این آدمو بعد از طلاق هیچ جایی جا ندارند. من اینو میخوام بگم چرا جا نداره هدی زین‌العابدین. حالا به نظر من یه مقدارم میخواد نقد اجتماعی بره ها براش، یعنی بگه که آقا جنبهشو نداریم، آدمو نمیتونن قضاوت درست کنن. آره یعنی این که مثلا یه بیس سنتی داریم، مثلا تو ازدواجم میگم مثلا زنی که طلاق گرفته، چون این بیلبیلک هستن میچرخونن زن، مثلا یارو داره عاقد داره میگم مثلا زن یا مردی که طلاق گرفته تو اون فضا نباشه. آره. خب باز اونجا هم یه اشاره داره. کلا ما تو بک‌گراند ذهنمون تو فضای سنتی اینه که طلاق بعد یه زن که طلاق گرفته اوهو، یا مردی که طلاق گرفته اوهو. حتی تو جامعه روشنفکری ادعای هنریشون میشه. فکر میکنم یه کوچولو داره یه همچین چیزی رو نقد میکنه. آره میگم وگرنه که تیکش هم یه جا میندازه دیگه تو اون دیالوگش. من میگم فکر کن که اصلا یه اتفاق نمیافتاد. یعنی مثلا صفا از هدی زین‌العابدین چنین عقده‌ای نمیداشت. خب آیا به اینقدر راحت میتونست یعنی همه رو به یه چوب برونه؟ یعنی مثلا بگیم که خیلی راحت بیای بیان کنی که اینا از همه جا رونده شدند، ولی داستان داره چیکار میکنه؟ میگه اینا از همه جا رونده شدن به این دلیل تو محل کار مرد به خاطر فضای مدیریتی و اون داستان این که آقا شما باید متأهل باشی، زشته، من خودم زن دوممه، بچه سوممه. خب فضای هنری زن که حالا با آرتیستا سر و کار داره و گالری میذارند و گالری برمیدارن، کراش قبلیه و فلان و اینا، به این شکل. یعنی همه داستانا رو به یه چوب نرونده. این جذابه دیگه. بعد تو خانواده یه لوپ نساخته رو همشون. آره. بعد خانواده زن که سنتی نگاه میکنه، خانواده مرد نداریم. خانواده مرد خاطره است. خیلی جذابه، خاطره‌ای که محو شده. یعنی مرده، حالا اشاره میخوام اینو بذار تو نقص بگم، مرده تمام خاطراتش با این زنه. تمام خاطرات مرد با این زنه. یعنی گذشته بچه میگه که مامان بابا خیلی بدبخته. میگه چرا؟ میگه چون بابا که نداره.
مامانش هم که سالمندان آلزایمر داره، اصلا نمیشناسدش. تو هم که دوستش نداری، میگه ما دوستش نداریم یا تو دوستش نداری. خیلی باز میگم، باز اینو نگاه مردانه نکنید، نگیم مثلا مرد، نه یه قشری یه قشر رو داره نمایندگی میکنه. یعنی یه سری بعد ازدواج تازه معنی پیدا میکنن، یه سری قبل ازدواج معنی پیدا میکنن. به نظر من حداقل مرده اینجوریه که پارسا پیروزفر، نگیم هی مرده، شخصیت پارسا پیروزفر این شکلیه که بعد از ازدواجش حداقل زندگی براش معنی پیدا کرده. حالا شاید درست جلو نه. یه نکته گفتی، حالا تو با نگاه منتقدی گفتی که برای هر کدوم از اینا یه بیسی میسازه، یعنی مشکلات مرد سرکار با مشکلات زن تو فیلم سرکار اساسا متفاوته. بله. و این از کلیشم دوره ها. از کلیشم دوره. یعنی ما توقع داریم زنه اتفاقا این کار تو محل کارش بیفته، که بگن یه فیلمی بودش که همیشه پای یک زن در میانه است. زنه وقتی فهمیده بودن که طلاق گرفته دیگه سوپور سر خیابونم میدونست، زنگ میزد میگفتش که خانم فلانی میشه مثلا آشغالا رو بیارید. حالا به نظر من انتخاب هدی زین‌العابدین به عنوان بازیگر، حالا نظر شخصی من، خب برمیگرده به تجربه ارسلان امیری، ولی اولش به دلم نشست. یعنی حقیقت بگیم که اولش حال نکردم که هدی زین‌العابدین یه وزنه یه کوچولو سنگین تر اگه می بود، خب مثلا در مقابل پارسا پیروزفر شاید دیالکتیک بهتری شکل. تا این ساختار شکنیه رو من دوست داشتم. آره. بعد منم از قسمت مثلا شاید دوم سوم اوکی شدم، گفتم خب دیگه و بازیشو به نظر من قسمت سوم به بعد در آورد. حالا شاید قبلیارم چون من یه کمی با تاثیر داره، ولی کلا به نظر من در اومده کاملا. آره. در اومده بازی‌ها همه در اومده. اندازه است به نظرم. سیامک سفری رو من دوست داشتم. آره سیامک سفری که حالا به نظرم یه خورده اون شخصیت داخل دفتر خونه طلاق یه خورده کلیشه خودش بود بیشتر. یه خورده اونجا فضا قبول داری چیز شد، مثلا از حالت رئال خارج شد. آره یه مقدار چیز بود، ولی به نظر من خوب بود. آره اندازه بود. آره با سیامک سفری مثلا اونقدر عبوس که باز میگم کاراکترشو داشتیم، حتی از سیامک سفری چه تو تئاتر چه تو تلویزیون چه تو سینما داشتیم، اون خنده رو نداشتیم. بعد من همیشه اینم اینجا بگم بمونه، شاید آیندگان استفاده کنه، من همیشه اگه جوکری برام، یعنی تو سینمای ایران کسی به نظرم اومده که بتونه جوکر رو بازی کنه و روش بشینه، همیشه سیامک سفری بوده. اینا همینجوری فقط داخل پرانتز میگم، چون واقعا داره این چیزا رو، زورو داره. بعد میخوره بهشم. بعد این وقتی اینجا میخندید من یاد اون نظریه میافتادم، همیشه این جمله رو میگفتم، یاد جوکر میافتادم اونجا که گفت مهریه‌مو میخوام با اون کروات نارنجی. جالب بود. بیایم بریم اون بخش پلتفرم که گفتم. مسعود به نظرم مارکته چیزه، حالا دوتا مسعودیم هی اسم قرار شده نگیم که، ولی مسعود به مسعود میگه که این مارکته الان کلا ارزش داره. من نمیدونم چرا نگاه اینجوریه، فکر می‌کنم این مارکت فعلا ارزش داره. حتی بدترین که دیگه نریم سمت قطب شمال. شاید حالا یه سری مخاطب داشته باشه ناراحت، نریم سمت قطب شمال، نریم سمت، یعنی لول بیاد بالا که مثلا میدرنجه یا کف داستان مثلا بشه یه چیزی یه مثل جنگل آسفالت بشه. آره. جنگل آسفالت که طرف حداقل برای شروع یه خورده یه ذره بازی ببینه، یه ذره فیلمنامه، یه کوچولو فیلمنامه ببینه. آره. یه 4 تا داستان من دارم میگم توی این مارکت الان کفش جنگل آسفالته. خب تو قطب شمال اصلا تو لیگ نمیاری. آره دیگه من دارم میگم قطب شمال لیگ 2 اصلا بیایم در مورد اینا صحبت نکنیم. قرار شد یه بارم در مورد این قضیه صحبت کنیم، بیاین در مورد اینا صحبت نکنیم. در مورد قطب شمال در واقع. آره قطب شمال و یکی دو تا دیگه هم بودن که جنگل آسفالت تو لیگت هست یعنی. آره میگم این دیگه کفه. آره میایم صحبت جنگل آسفالت در موردش صحبت میکنیم، چون
به نظرم یه چیزی داره. آره، یعنی یه مایه‌ای داره که قابل بشه صحبت حرفه. کرد. قابل حرفه. نقاط مثبت و منفی داره. آره. ببین قطب شمالم من فکر کنم یه قسمت دیدم. خوب بود. نه دیگه. تا اینجای کار به نظر تا الان که قسمت 4 رو دیدی، تا الانش، تا پایان قسمت 4 از 100، حالا طبق روال قسمت قبلی هم که این سوالو ازت کردم، از 100 چند میدی؟ به بیس حالا به اون به افعی 75 دادی؟ 75 به فیلمنامه دادیم ما. آره. 75 به فیلمنامه دادیم. اگه بخوایم افعی رو کلی در نظر بگیریم، کلیت فعلا بازم همچنان دارم میگم فعلا، چون من احساس میکنم تا 2 سال آینده پلتفرم به شدت میترکونه. 65 میدم به کلیت افعی. خب به کلیت فیلم. آره به کلیت فیلم 65 میدم. تا الان تا قسمت 4 چند میده؟ تا قسمت 4 این الان 80 میگیره. یعنی ببین داریم دسته بالا میگیریم دیگه، بر حسب پلتفرم قرار شد صحبت کنیم و چیزایی که ساخته شده و چیزایی که قرار ساخته بشه. سریالای نمایشخانگی، یعنی مبنامون سریالای نمایشخانگیه. آره. لیگ اینه. آره. تا اینجا 80. تا اینجا 80. خب یه نکته دیگه می‌خواستم بگم، همین بحث پلتفرم و تبلیغات شد توی افعی، اینجام بگم خب 100% یه بخش از فیلم داره از اسپانسر میگذره و فلان و اینا. آیا تا قسمت 4 تبلیغات داشتیم؟ من چیز گل درشت ندیدم. چیز گل درشت ندیدی، ولی 2 تا تبلیغات داشتیم. این قشنگه. یعنی اگه اینجوری بره جلو جذابه. ما یه تبلیغ یه برند لوازم شوینده داریم توی مترو که داره داستان مورچه‌خوار رو تعریف، داستان مورچه‌خواره و اون گوشه آیکون تبلیغاتی اون برند است. بعد میایم جلوتر یه جا درگیری پارسا پیروزا. اینا رو دارم میگم که الان وقتی در مورد فیلم صحبت میشه من اینو میگم، آدما میرن اون برنده رو پیدا میکنن، ولی وقتی همش جلو چششونه دیگه پیداش نمیکنن. یا انقدر گلدرش میزنه بیرون. آره واقعا به نظرم حتی صنعت تبلیغات هم تغییر کرده. آدما دیگه باید تغییر کنن. یعنی یکی از روش‌های برندسازی اینه که میگن همه جا باشی تا آدما سر میچرخونن تو رو ببینن، ولی وقتی که تو ناخودآگاه طرف شک بگیری به نظرم عمیق‌تر جلو میری. این نظر شخصیمه. حالا بحث چیزی شد. میخوام بگم که 2 جا تبلیغ میکنه، یه جا اونجا توی متروه، یه جا اونجایی که پارسا پیروزفر و اون شخصیت بازاری یه جورایی درگیر میشن که رفتن برای تغییرات نما توی شهر. و این بازم نگاه کنم داستانه ها که این آدمی شده چی کارشناس، هی هم اشاره میکنه تو کارشناس زواید شهری، بعد داره اینجا رو مثلا تمیز میکنه و خودش مثلا از درون داغونه. یعنی خودش این شرپوسیده هست که داره تمیزش میکنه. حالا که میگم اینا خیلی تئوری بستن به فیلم، من خیلی خوشم نمیاد بخوام بگم که این کارا رو کرده. اینا چیزایی که هر مخاطبی با شخصیت خودش بعد به نظرم از فیلم بکشه بیرون. باز اونجا درگیر میشن، پرت میشه پارسا پیروزفر روی سری کارتون که بازم اونم یه برند دیگه است. که چرا میگم تبلیغه؟ چون این 2 تا برندا جفتشون هم زیر مجموعه همن. یعنی شک نکن که تبلیغه و کارگردان اینقدر تواناییشو داره که بخواد حذف کنه میتونه حذف کنه، اینقدر گل درشت نشونه. جذاب بود. تا اینجا 80 انتهای شب ارزش دیدن داره.